تو این کشور موبایل هوشمند و لپتاپ ممنوعه. کسی ماشین شخصی نداره. ازدواج بدون اجازه دولت ممنوعه. کسی حق سفر، حتی سفر داخلی، بدون مجوز دولتی هم نداره. پوشیدن شلوار جین، لباسای غربی هم ممنوعه. مدل مو مردم توسط دولت تعیین میشه. رنگ کردن مو هم ممنوعه. هر شب ساعت 9 برق کل کشور قطع میشه و همه باید بخوابن. ساعت 6 صبح هم از بلندگوی سطح شهر صدای شیپور پخش میشه و بیداری تو این ساعت اجباریه. خمیازه کشیدن، به انضمام چرت زدن تو محل کار یک جرم بزرگ تلقی میشه و غیر قابل بخششه و اینها فقط چند نمونه از قوانین عجیب کره شمالی. البته برخلاف تصورتون تو کشورهای پیشرفته هم قوانین عجیبی وجود داره و توی این ویدیو قرار عجیب ترین قوانین دنیا رو بهتون معرفی کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. لطفاً هم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال دانستنی روز رو سابسکرایب کنید. تو کشور هلند اگه یه دزد بیاد خونه شما، باید اول محترمانه ازش درخواست کنید که از ملکتون خارج بشه و حق ندارید از خشونت استفاده کنید. فی‌المثل عرض میکنم، باید بهش بگید که سلام، خسته نباشی، شبت بخیر، میشه لطف کنی که از خونه ما بری بیرون؟ چطوری؟ جیگریم، یعنی چقدر دلم برات تنگ شده بود. اونی که این قانونو گذاشته واقعا انتظار داشته دوست چی بگه چشم ببخشید مصدق اوقات شدم، الان رفع زحمت میکنم. چشم. خب با دوز اینجوری حرف بزنی میگه جون چه پسر با ادبی عمو جان. اسمت چیه؟ بعد اون وقت میبینی علاوه بر دزدی عفت و حیای شما رو هم با خودش میبره. اما خب همینجوری الکی هم نیست ها، فکر اونجاش هم کرده قانون گذار. اگه دزد به درخواست شما جواب نداد و نرفت بیرون، باید دزد رو یه جا گیر بندازی و همون لحظه فلفل به پلیس زنگ بزنی، چون حتی اگه 5 دقیقه دزد رو الکی نگهداری، حق آزادی رو ازش سلب کردی و این کار تو هلند جرم به حساب میاد. حالا اگه این سوسول بازی رو جواب نداد و دزد به شما حمله کرد چی؟ تو این شرایط فقط حق داری مثل خودش باش درگیر شی. یعنی اگه اون یه دونه قیچی دستش بود، شما نمیتونی با چاقو بهش حمله کنی. شما هم باید بگردی قیچی پیدا کنی، وگرنه پلیس به جای دزد شما رو دستگیر میکنه. وسط دعوا این شما دیگه استوب بذار من برم قیچی رو تو کشاورز دارم بیام. حالا فرض کن وسط خیابون موبایل تو زدن، دزد هم با پای پیاده قدم زدن از جلوتون رد شد، شما میتونید یقه‌شو بگیرید؟ شاید باورتون نشه، ولی شما اگه انگشتت هم بهش بخوره ازش شکایت میکنه. فقط باید زنگ بزنی پلیس بیاد دستگیرش کنه. تازه اگه دزده بره تو خونش در ببندن، تا پلیس هم نمیتونه کاری کنه، چون ملک شخصیه. یا باید برن حکم دادگاه بگیرن یا وایسن تا بیاد بیرون. مثل جی تی ای که رنگ ماشین رو عوض می‌کردیم ستاره‌مون پاک میشد. اما دومین قانون عجیب هلند اینه که فرار کردن زندان تو هلند جرم نیست، چون قانونشون میگه هیچ کس نمیتونه علاقه آدما به آزاد بودن ازشون بگیره. همه دوست دارن آزاد باشن. پس اگه یه زندانی از زندان فرار کنه، به شرط اینکه موقع فرار به نگهبانا آسیب نزنه یا وسایل زندان رو خراب نکرده باشه، هیچ خلافی نکرده، اگرم دوباره بگیرنش، مثل بقیه کشورها به خاطر فرار به حبسش اضافه نمیشه، انگار فقط رفته مرخصی. سومین قانون عجیب کشور هلند اینه که تو هلند آزادی بیان مجازه، ولی نژاد پرستی جرمه. مثلا به یکی بگی به نظر من دختر هلندی زشتن، اشکالی نداره، چون نظر شخصیشو گفته آزادی بیان داره. ولی اگه همون لحظه یکی بگه دختر هلند زشتن، به جرم نژاد پرستی دستگیرش میکنن، چون نگفته به نظر من. شک ندارم این هلندی‌ها یک چیزی زدن بعد نشستن قانون نوشتن، وگرنه آدم نرمال نمیادم چون قانونایی بذاره. حالا جالبه بدون قوانین آمریکا دقیقاً برعکس هلنده. تو آمریکا طبق متمم دوم قانون اساسیشون مردم اجازه دارن اسلحه حمل کنن. حدود 270 میلیون سلاح شخصی هم تو آمریکا هست و از هر 10 نفر 4 نفرشون اسلحه دارن. قانونش هم اصلا سختگیرانه نیست. هر کسی که بالای 18 سال باشه و سوء سابقه یا مشکل روانی و این داستانا نداشته باشه و معتاد نباشه، میتونه اسلحه بخره. اما همه اینا رو گفتیم که به یه قانون خیلی عجیب و ترسناک برسیم به اسم کسلا یا قانون قلعه. طبق این قانون تو آمریکا اگه کسی بدون اجازه وارد ملک شخصی یا ماشین شما بشه، میتونید بدون هیچ دنگ و فنگی خیلی شیک و مجلسی به شلیک کنید. پلیس هم هیچ کاری باهاتون نداره. نه لازمه مثل هلند ازش بخواید بره بیرون، نه تو لازمه به پلیس زنگ بزنید، خودتون کارو جمع میکنید. تازه اگه هدشاتش هم کنید امتیازش بیشتر، میرید مرحله بعد. واقعا آمریکا کشور خطرناکیه. فکر کن مامانت میگه برو در خونه همسایه 2 تا پیاز بگیر، طرف یه گلوله این کارو وسط پیشونید. اما کشور آلمان مثل هلند قوانین مسخره زیاد داره. تو آلمان اگه یه نفر رزمی کار باشه و کسی بهش حمله کنه، حق نداره بزنه یا رو شتک کنه، چون اون نمیدونسته که طرف مقابلش رزمی کار رو اینجوری ممکنه آسیب جدی ببینه. الان میپرسید خب کسی که رزمی کار باشه باید وایس مثل کیسه بوکس کتک بخوره؟ خیر، قانون آلمان میگه اول باید بهش بگه رزمی کاره که طرف بدونه، بعد جوری کتکش بزنه که رب و رب بشو یاد کنه. البته قبلش ممکنه اون طرف مقابل اون آقا دزده مثلا پشیمون بشه که خب میره رد کارش، ولی اگه نبود
بود دیگه کارو جمع میکنه. یه قانون عجیب دیگه هم تو آلمان اینه که پلیس حق نداره بچهای زیر 14 سال رو دستگیر کنه. حالا مشکل اینجاست که پارسال 3 تا دختر 12 ساله با هم دعوا کردن، 2 تاشون با چاقو یکی دیگر زدن، متأسفانه دختره فوت کرد. حالا پلیس مونده با این 2 تا دختر چیکار کنه. از یه طرف مرتکب قتل شدن، از طرف دیگه زیر 14 سالن و طبق قانون نمیشه دستگیرشون کرد. اما 2 تا از عجیب ترین قوانین آلمان مربوط به رانندگیه. تو آلمان اگه کسی بنزین تموم کنه و کنار خیابون وایسه، پلیس جریمه‌اش میکنه، چون میگه این کار بی‌مسئولیتی راننده است و خیلی کار خطرناک. یه مورد عجیب هم اینه که تو آلمان ماشین حریم خصوصیه، یعنی آدما حق دارن تو ماشین شخصیشون هر کاری بکنن و هر جور میخوان لباس بپوشن نپوشن و این داستانا. امیدوارم تو آلمان دودی کردن شیشه ماشین مد باشه. شاید باورتون نشه ولی حتی ژاپن هم که ما فکر می‌کنیم خیلی پیشرفته است، از این قوانین احمقانه داره. مثلا تو ژاپن اگه کسی بستنی بندازه تو صندوق پست یا 5 سال زندانی میشه یا 500,000 ین که به پول ما حدود 200 میلیون میشه رو باید جریمه بده. احتمالاً یه آدم مریض بستنی انداخته تو صندوق پست و همه نامه‌ها رو خراب کرده، واسه همین این قانون اومدن گذاشتن. حالا اگه رفتید ژاپن به جای بستنی آب می‌ریزید تو صندوق پست که واسه تو مشکلی پیش نیاد. یه قانون عجیب دیگه هم اینه که تو ژاپن اگه نامه یه نفر رو بی اجازه بخونه یا 1 سال زندانی میشی یا بعد 80 میلیون تومان شما جریمه بدی. الان با خودتون میگی خب این که عجیب نیست، خیلی هم خوبه. شاید تو نامه یه چیز شخصی بوده، بله اینش خوبه، ولی قسمت عجیبش اینجاست که اگه نامه یکی دیگه مثلا همسایه‌تون اشتباهی بیارن در خونه شما و شما هم لطف کنید نامه‌شون رو ببرید بدید بهش، بازم 1 سال زندانی میشید، چون این قانون میگه که شما باید نامه رو دوباره به پست تحویل بدید تا اداره پست خودش نامه رو بده به صاحب اصلیش، نه شما. حالا دیدین بعضیا رو پول نقاشی میکشن یا بچه پولدارا تو اسکناس‌ها یه چیزی میذارن مثل سیگار آتیش میزنن. آسیب زدن به پول تو ژاپن جرمه. تو ژاپن اگه کسی روی پول چیزی بنویسه یا پولو پاره کنه یا آتیش بزنه 1 سال زندانی میشه و کسی هم نمیتونه بگه پول خودمه دوست دارم آتیش بزنم. اینایی که عشق لاتی دارن و تو بایو پیجشون مینویسن واسه سامورای همه جا ژاپن، حواسشون به این قانونی که میخوام میگم باشه. تو ژاپن قرار دعوا گذاشتن جرمه، یعنی همین که به کسی پیام بدی یا بهش بگی اگه مردی بیا سر فلان فلکی دعوا کنه میافتی زندان، حتی اگه سر اون قرارم نرفته باشی. کاش این قانون تو ایران هم بود، دیگه بچه 12 ساله با 40 کیلوگرم وزن جرئت نکنه تو کامنت‌های اینستا گندگویی کنه. تو همین رابطه قانون مفیدم در کشور اماراته. دولت امارات واسه فرهنگ سازی یه قانون عجیب گذاشته و اونم اینه که فحش دادن کلا ممنوعه، حتی تو چت و کامنت. تو امارات اگه به کسی فحش بدی یا با دست علامتی خدای نکنه بهش نشون بدی که فحش باشه، حتی اگه موقع چت کردن یا گیف یا استیکر استفاده کنی مثلا یه چیز بد که فحش تلقی بشه، جرمه و 3 هفته زندان هم داره. حالا 3 هفته حبس کشیدن یه طرف، این که تو زندان چه بلایی سرت میاد یه طرف دیگه. فکر کن میندازن تو سلول، یه سیبیل کلوف به جرم قتل دست راستت نشسته، دست چپت هم یکی به جرم دزدی نشسته. بعد از تو میپرسن جرم چیه؟ خب آدم چطوری روش میشه بگه مثلا من استیکر بد فرستادم؟ خوبه این قانون تو کشور ما نیست، چون چت من با دوستام دست کم یه 20 سالی حبس داره. حالا به نظر شما عجیب ترین قانونی که تو کشور ما وجود داره چیه؟ ممنون از اینکه همراه ما بودید. لطفاً برای ما از ما ویدیو رو لایک کنید، روی لوگوی دانستنی روز که الان روی صفحه اومد ضربه بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. 2 تا ویدیو قبلی اونم روی صفحه است، اونا رو هم ببینید. تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار.